پک تیمی ایسی میلان با 1500 تا کوین به بازی اضافه شده و همچنان میریم در این ویدیو ای پک را بررسی میکنیم که آیا ارزش خرید داره و یا نه، به خصوص مربیش. خب دوستان، در این ویدیو در پهلوی از این پک ایروپیان کلاب اتاکر که بهترین بازیکن سوارز است اضافه شده و همچنان هالوین چمپیون که در ویدیو براتون میگیم که 300 تا کوینش چگونه به دست بیاری. خب دوستا، قبل از رفتن به ویدیو رو لایک، چینل سابسکرایب و نوتیفیکیشن انجام بدین. دمتون گرم. بریم به طرف ویدیو. سلام دوستا و رفقای گل، خوش آمدین به یک ویدیو دیگه از چینل ما. خب دوستا، اول بریم به طرف جشنواره هالوین. قسمی که براتون گفتم 300 تا کوین داره که در مجموع 200 کوینش از اینجا به دست میاریم و همچنان 50 کوین دیگر که داره از این بخش که 50 کوینش در اینجا به دست میاریم و همچنان 50 کوین دیگر هم در آخر به دست میاریم. خب اگر با 50 کوین از ایونت ها و 50 کوین دیگر هم از تورنمنت که از او حسابش کنیم، قسمه که در اینجا براتون نشان بدم که 50 کوین از بخش ایونت ها و 50 کوین دیگر هم از بخش تورنمنت، در مجموع 400 کوین رایگان میتونه شما دوستا به دست بیاری. و دیگه مزایایی که این کمپاین داره عبارت از 4 کارت هایلایت از تیم ایسی میلان می باشه که با انجام دادن ماموریت ها میتونی انجامش بده و این کارت ها را به دست بیاری. و همچنان گل پروجکشن ها می باشه که برای تزیین باشگاهتان استفاده میشه. خب چیز خاص دیگه در این وجود نداره دوستا. و بعدا اینجا یک پک خیلی عالی از ایروپیان کلاب اتاکر که مهاجم نوکش لوئیس سوارز بهترین بازیکن از این پک می باشه که میتونین بالایش کوین بزنی و ارزش هم داره خیلی عالی، چون که بازیکن مثل لوئیس سوارز، پاول ندوید و فرناندو داخل از این پک است. به خصوص سوارز از این خیلی عالی است. قسم براتون نشانش هم بتم اینجا دوستا، مکسش 89 میبینین. قبل از بال کنترل، دریبلینگ، تایت پوزیشن، تمام چیزاش خیلی عالی است. فینیشینگ عالی داره. البته حال قبل از ارتقا، بعد از ارتقا خیلی عالی میشه. کیکینگ پاور داره، اسلریشن داره. خب و اینجا همچنان کارت پوتوی که به بازی ما اضافه شده در این پنجشنبه که بهترین بازیکنایش رونالد آریخو، ماسون گرین‌وود و هری مگوایر می باشه که با پوزیشن های فرست تایم شوت، پنالتی سپیشیالیست و سلیدینگ تاکلز اضافه شدن به بازی که میتونین اگر دوست داشتین از این هم استفاده کنین و سرش سکه بزنین. خب بریم به طرف مربی دوستا. مربی ایسی میلان آلگری، قسمه که میبینی مثل مربی کاپلو، لانگ بال سنتر و لانگ بال هر دو 89 می باشه. هم شکل هم مربی است، فقط بوسترایشون فرق میکنه. بوسترای آلگری آفنس اورنس، از کاپلو فینیشینگ. این طرف بال کنترل از کاپلو دیفنس اورنس که این مربی آلگری که است اوش تهاجمی و بال کنترل با بازیکن اضافه میکنه، ولی کاپلو فینیشینگ و تمام کنندگی عالی و اوش دفاعی که از این کده بوسترای کاپلو بالاتر می باشه. این هم لینک اپش است که
خیلی زیاد شبیه لینکاپ آمیروم می باشه که لینکاپ کاپلو خیلی بهتر از این مربی است تا نسبت به این مربی. و همچنان بازیکنایی که در این پک است: لوکا مودریچ، ادریان رابیوت، مایک میگنان است و ماتاو گابیا، رافائل لیو و بعضی بازیکنهای دیگری است که در پلی از این مربی به شما میته. اگر به بازیکن ضرورت داری میخوایی پک بگیری میتون سرستیکه بزنی، ولی نسبت به مربی و این مربی کس آلگری، همون مربی کاپلو که 750 سکه و یا کوین قبلا خریدین خیلی ارزش بالایی داره. اینجا هم لینکاپش میبینیم، خیلی خوبتر از لینکاپ از او انجام میده. خب دوستا، اگه بیاییم ما ای پک ایسی میلانه و ای پک بارسلونا، چون بعضی ها میگن ما با بازیکن ضرورت داریم، نظر با بازیکن ها که در ای پک است و بازیکن هایی که در پک بارسلونا است خیلی تفاوت است. قسمی که میبینین بازیکن های از ای پک نسبت به او بازیکن ها خیلی عالی هستن، ولی فقط مربیشان تفاوت داره که پوزیشن گیم هانسی فلیک و آلگری لانگ بال، کانتر و لانگ بال است. کسایی که مربی ها دوست دارن میتونن از یا استفاده کنن، ولی نسبت به پک بازیکنی ای پک بارسلونا خیلی بالاتر است دوستا. خب دوستای عزیز، چیز خاصی از پیشم نمانده. اگر از ویدیو خوشتان آمد یک لایک بزن و اگر تا حال سابسکرایب نکردی چینل ما را سابسکرایب کو و ویدیو را همچنان برای دوستای عزیزتان شیر کنین تا ای که آنها هم از این اخبار روز با خبر شوند. و اگر همچون ویدیوهای همیشه خواهان هستی نوتیفیکیشن چینل ما را فعال کو تا ای که نفر اول باشی که ویدیوهای ما را تماشا کنی. خب تا ویدیوی بعد، الله حافظتان، تک تکتان به خداوند یکتا بی نیاز میسپارم.